خب تو قسمت قبلی ما دیدیم که این تابع فانکشن هر جایی که مودی انتخاب کردیم میتونه متناسب با اون مود یک سری منوهای برای ما در اختیار بذاره. در این حال این فانکشن میتونه وقتی که ما توی صفحه اصلی هستیم، تو مود کامپوتیشن هستیم، هم میشه اینو فشارش داد و اگه فشارش بدین یک سری توابع رو که باز اینجا دیگه جا نمیشده داخل خودش جا داده، یک سری توابعی که اینجا دیگه جا نمیشده رو داخل خودش جا داده که میشه ازش استفاده کرد. برای من کلید فانکشن رو میزنم. وقتی میزنید این کارا رو میتونه انجام بده: math، complex، programming، constant، angle، clear، stat، matrix و غیر ذالک، که اگر چنانچه شما یک رو بزنید که مت هستش، اگر چنانچه شما یک رو فشار بدید که مت هستش، خب ببینید الان هر کدوم از اینها کارهای خودشون انجام میدن. ما فعلا یک رو فشار میدیم، این صفحه میاد، میتونه انتگرال بگیره، مشتق بگیره، مشتق دوم و غیر ذالک. مثلا شما یکش رو باز دوباره بزنید، این رو روی صفحه نمایش میده انتگرال، بنابراین به جای اینکه روی کلید داشته باشه انتگرال اینجا داره. حالا ما چون اینجا توی مود لاین اینپوت آوتپوت هستیم، انتگرال که میگیریم مثلا مثل x2 منهای یک، یعنی من میخوام از x2 منهای یک انتگرال بگیرم، ویرگول مثلا 1.3، یعنی از انتگرال از 1 تا 3. این اگه تو مود مت بودم اجازه میداد که اینجا بنویسم 1 تا 3، اینجا هم x2 منهای 1 بنویسم. بنابراین یک نمونه از این که شما یه تابع رو بزنید چی میشه به این ترتیب هست. حالا من اگه دوباره با اگزیت یک پله برگردم عقب یا اینکه فانکشن رو مجددا فشار بدم، دوباره این صفحه ظاهر میشه. اینجا میتونم دی به دی ایکس رو حساب بکنم، مشتق بگیرم، مشتق مرتبه دوم بگیرم، مجموع حساب بکنم، x فاکتوریل میتونم در واقع فاکتوریل حساب بکنم که اینا همه توی منوالش هست. مثلا اگه شما بنویسید 5 و 3 فاکتوریل میشه 8 فاکتوریل، 8 فاکتوریل میشه 40320. بعدیش مثلا فرض بکنید که عدد رندومی حساب میکنه، n pr و n cr اینها ترکیب و توی کارهای آماری یکیشون ترکیبه و در واقع به این شکله. ما مثلا نوشتیم 10 p 4 به 4 شده 5040، 10 c 4 به 4 این یکی ترکیبه و اون یکی رو اسمش الان من فراموشم شده، پرموتیشن. این پرموتیشن این کامبینیشنه. خب اونه که ببینید 10 4 به 4 اونه که عدد بیشتر میده 5040، 10 c 4 به 4 210 عدد کمتر میده. این یکی در واقع هست 10 فاکتوریل تقسیم بر 4 فاکتوریل 6 فاکتوریل، این یکی فقط 10 فاکتوریل بر 6 فاکتوریله. این رو به شما میده. بنابراین این دوتا رو هم گفتیم، این رو هم گفتیم، فاکتوریل هم که دیدیم. در این حال شما میتونید قدر مطلق حساب بکنید، ABS حساب بکنید. اگه یه جای ABS بخواید حساب بکنید، اینجا مثلا ABS 2/7 یه عدد منفی بوده ولی جواب 5 داده، بنابراین ABS رو هم به این شکل قابل استفاده است. اینت فقط میاد قسمت اعشاری عدد رو میگیره، مثلا 1/439 یکش رو فقط میگیره. فرکشن قسمت اعشاریش رو میگیره، مثلا 1/439 در واقع ممیز 439 رو میگیره. اینت جی یه عدد اینتیجر میده که از خود اون عدد کوچکتره، مثلا 1.33 اینت جیش میشه 1، 1.98 اینت جیش میشه 1، اما منفی 1.5 اینت جیش میشه منفی 2، که اینا حالا تو منوالش هست. شما میتونید تو منوال اینها رو در واقع ببینید. مثلا اینت منفی 1.5 شده منفی 1، فرک منفی 1.5 شده منفی نیم، این چی شده منفی 2. دوباره در ادامه پولار و رکتانگولار رو قبلا دیده بودیم که کارتزیان میگیره، قطبیش میکنه، ایکس ایگرگ میگیره، آرو تتا میده، این یکی آرو تتا میگیره، ایکس ایگرگ میده. اینو دیده بودیم. لوگاریتم
آ در لوگاریتم ب در مبنای آ مثلا، اینم دیگه ساده است. رننتی که میتونید ببینید تو منوال، ببینید این چی کار میکنه. برید باز اینا ببینید علامت داره، یعنی این ادامه داره، توابع ادامه داره. این توابع ادامه داره، یعنی به سمت پایین هم ادامه داره، به سمت بالا هم ادامه داره. بنابراین من یه دفعه دیگه این دکمه رو میزنم، وقتی زدم سایر توابع میاد: سینوس هیپربولیک، کوسینوس هیپربولیک، تانژنت هیپربولیک و عکساشون، که حالا چیزی که به نسبت کم کاربرده واسه ما. اینجا یک سری در واقع میلی و میکرو و نانو و پیکو، اینها رو 10-3، 10-6، 10-9، 10-12 اینها رو تو خودش داره. میتونید یه جایی از اینا استفاده بکنید. مثلا من اینجا اومدم گفتم 1 میلی علاوه 2 میکرو چقدر میشه؟ 1 میلی و 2 میکرو 1×10⁻³ میشه. به این ترتیب ازش استفاده کرد. باز دوباره برگردیم فانکشن رو بزنیم، دوباره برگردیم به این صفحه. در واقع تا الان هر چی ما گفتیم راجع به مت بود، توابع بود، انواع و اقسام توابعی که سینوس هیپربولیک، غیر ذالک، همه اینا که دیگه تو صفحه جا نبوده اومدن کلیدش رو اینجا گذاشتن. از یه لحاظ راحتی که دیگه مثلا شما سینوس هیپربولیک رو خواستید اینجا توی این کلید رو دنبالش گشتن سخته، شاید از اینجا راحت تره. ماشین حسابو جمع و جورش کرده، ولی خیلی دکمه باید میذاشتن روش. متا رو دیدیم. حالا بریم سراغ کامپلکس اعداد موهومی. من اگر عدد 2 رو کلیک بکنم، این میاد ABSش، آرگش، کانجوگیتش، نمیدونم ریلش، ایمجینری پیش، به سیستم آراتتایی، آبایی، که اینا در واقع مربوط به اعداد موهومی میشه دیگه. باید اونا رو باش آشنا باشید و کار بکنید. بعدیش دوباره اگه من فانکشن بزنم دوباره به پروگ برمیگردیم. یه سری توابع برنامه نویسی میتونید اینجا استفاده بکنید. من اگه 3 رو بزنم میره تو توابع برنامه نویسی. مثلا اگر if then خواستید تو برنامه نویسیتون if then else go to اینا خواستید بنویسید، اینا اینجاست دیگه. رو صفحه کلید چیزی براش نذاشته. اینا رو از اینجا در واقع بزنید. 8 مثلا بنویسید، 8 بزنید، 8 go to رو توی برنامه نویسیتون اجرا میکنه. دوباره برگردیم فانکشن رو زدیم، دوباره برگشتیم توی این منو کنستانت ها. یه سری کنستانت هاست. من اگه 4 رو بزنم یه سری کنستانت ها میاد، چیزای ثابت MP MN نمیدونم H ثابت پلانک غیر ذالک همینجور میاد. این ادامه هم داره. این به اندازه 40 تا ثابت رو تو خودش داره که ادامه داره. من دیگه عکساشو نذاشتم. یک کدوم از این ثابتاش که مثلا شما میشناسید G 9 665 G که میتونید ازش استفاده کنید. اگه دوباره من فانکشن رو بزنم، برای من این کنستانت هم تموم شد. میاد راجع به انگل. تو انگل هم میتونه کمک کننده باشه که برای شما درجه، رادیان، گراد و غیر ذالک میاد. اگه شما تو مود رادیان باشید بزنید سینوس، اگه تو مود رادیان باشید بزنید سینوس 15 درجه، این دیگه قبول میکنه این درجه است و اون رو این شکلی حساب میکنه. حالا تو منوالش هم مثالاشو ببینید. بعد مثلا اینجا به عنوان نمونه گفته شده که پی دوم بر حسب رادیان چقدره، با اینکه ما تو مود درجه بودیم. ببین مود درجه بوده، گفتیم پی دوم رادیان چقدر میشه. در واقع این گفته 90 میشه، چون تو مود درجه هستیم گفته 90 میشه، ولی این پی دوم رو به عنوان رادیان در واقع قبولش کرده. اگه این آر رادیان رو نمیذاش، این پی دوم رو به جای اینکه جواب 90 بده، جوابش رو میداد 3 - 14 تقریبا میشد 1.50 خورده ای مثلا جواب میداد. به جای 90 میگفت 1.50 خورده ای. بنابراین اینجا این درجه و رادیان و گراد و دی ام اس، این هم حالا کاربردش رو باید دید چی هست. اینها رو هم دیدیم. دوباره اگر به صفحه برگردیم، به فانکشن رو بزنیم و به این صفحه برگردیم، کلیر رو داریم. میتونیم با کلیر یه سری چیزا رو حافظه رو حذف بکنیم. بنابراین من 6 رو که بزنم این صفحه میاد، میگه چیار میخواین کلیر بکنید. استاتیستیک، دیتاهای آماری که قبلا داده بودید رو، اینا رو میخوایم پاکشون بکنید. واریانسی، اونایی که آمار دوتایی داشتید اونا رو میخوایم پاک کنید. مموری ها رو میخوایم پاک کنید، هرچی تو A B C D گذاشته شده. ماتریکس ها رو، اون چیزی که از ماتریکس نوشته بودید میخوایم پاک کنید. بنابراین به درد این میخوره. بنابراین کلیر هم دیدیم. استات یه چیزای مربوط به
چیزای آماریه. بنابراین اگه من 7 رو بزنم لیست و ور و دیستریبیوشن میاد که این ور رو ما قبلا دیده بودیم، یه چیزایی ازش دیده بودیم. دیستریبیوشن هم چیز خوبیه. دیستریبیوشن آمارای کارهای آماری مثل توزیع نرمال و اینها رو براش یه کارهای انجام میده که حالا دیگه فرصت نیست وارد این بشیم. و آخریش هم اگر من وارد ماتریکس بشم، یعنی تو فانکشن برم 8 تو فانکشن رو که زدم این اومد، این منو اومد 8 رو بزنم، در واقع این ظاهر میشه که میشه یک ماتریکس رو اطلاعاتش رو داد و دترمینانش رو تعیین کرد و کارهای مربوط به ماتریکس هم انجام داد. این ماشین حساب کار ماتریسی هم انجام میده که حالا شما اطلاعاتش رو میتونید از توی منوالش، مثلا میتونه این حاصل رو حساب بکنه 2002 برای 1234 که این الان ماشین حساب تو روی مود در واقع مت بوده، روی مود متی بوده که به این ترتیب این رو نشونش داده. اینا رو با هم جمع میکنه، حاصل ماتریکس رو به شما میده. دوباره اگر کلید فانکشن رو بزنم این منو ظاهر میشه، اینجا به سمت پایین نشون میده منو ادامه داشته. من این رو بزنم صفحه بعد نشون میده. آلفا پارامترها رو میشه اینجا تایپشون کرد یا ازش استفاده کرد. من اگر 1 رو بزنم این رو نشون میده. ستای اگه 1 رو بزنم حروف کوچیک A B C D، 2 رو بزنم حرفای بزرگ لاتین A B تا گاما، 3 رو بزنم آلفا بتا گاما فلانه، 4 و 5 و 6 زیر نویسن. مثلا میخوایم بنویسیم P1 فشار در نقطه 1 P1، این زیر نویسا به درد میخوره، یا P در نقطه A P زیر نویس A. بنابراین این سه تا زیر نویسن. زیر نویسه 1 2 3 بخوایم، زیر نویسه ABC بزرگ بخوایم، زیر نویسه ABC کوچیک بخوایم اینجاست. این ABC ها میتونن با عنوان محاسبات فرمولا به کار برن، ولی تو محاسبات مربوط به سولو قابل استفاده نیستن و ما از همون حروف بزرگ ABCD تا آخر میتونیم استفاده بکنیم. ABCD بزرگی، حروف بزرگ میتونیم استفاده کنیم، از کوچیکشون توی سولو نمیتونیم استفاده کنیم، تو فرمولا میتونیم استفاده کنیم. برای من تو فرمولا قابل استفاده است ولی تو سولو قابل استفاده نیست. این حرفای کوچیکش، فقط حرفای بزرگ، البته اونم 26 تاست کافیه. ولی پارامتر آلفا بتا گاما اینا میتونیم داشته باشیم. این پارامترایی که اینجا هست رو میتونیم داشته باشیم. به عنوان نمونه ما مثلا اگر بخوایم P1 رو بزنیم، از اینجا استفاده کردیم. اول P رو صفحه زدیم، بعدم فانکشن رو زدیم. بعد که فانکشن رو زدیم خودمون رو به این منو رسوندیم و از این گزینه 4 زدیم گفته چی رو میخواید. من 1 رو باز انتخاب کردم و بالاخره این چاپ شده P1. حالا برای نوشتن یک فرمول میتونه ازش استفاده کرد، مثلا P1 گاما و V1 دو ژیمو Z1 مساوی P2 گاما و V2 دو ژیمو Z2. یه رابطه برنولی هست، مثلا این میتونه اینجا کمک کننده باشه، ولی به درد حل کردن به وسیله فرمولا میخوره. با سولو نمیشه حلش کرد. و اینها میشه کلیاتی راجع به فانکشن. و همینطور که میبینید فانکشن که حالا منوهای به این شکل داره خیلی وسیعه و خیلی از چیزایی که رو صفحه کلید جا نمیشده رو اینا اومدن تو فانکشن دادن. مثلا قسمت متش که دیدیم خیلی وسیع بود، کامپلکس اعداد، در واقع اعداد مربوط به مختلط خیلی ما باشون سرکار نداریم. پروگرامینگ اون چیزایی که مربوط به پروگرام بوده، یک سری چیزهایی که مربوط به پروگرام دیگه. کنستانت ها رو دیدیم که 40 تا کنستانت داد مثل G دیگه. برای زوایای هم یه سری توابع کمک کننده داشت. کلیر پاک کردن حافظه بود. استات برای کار آماری بود که ما قبلا هم دیده بودیمش. ماتریکس برای کار ماتریسی بود و همچنین آخرش هم که اون پارامترهای آلفا بود که کلی پارامتر رو میشد با این چاپ کرد که ما دیده بودیم میشه چاپ کرد. اینا میشه کلیاتی که فانکشن داشته و به این ترتیب دیگه کاری که فانکشن به شکلی که ما رو صفحه اصلی باشیم، یعنی روی مود کامپوتیشن باشیم، صفحه خالی باشه، فانکشن بزنیم میاد. ولی اگه تو مودها باشیم فانکشن باز اونجا عمل کرده متفاوتی متناسب با اون مود داره. موفق باشی.